سلام عرض کنم خدمت همه مخاطبین وارش اسپورت، هواداران داماش. قسمت 24 وارش تاک شروع کنیم. انا انجام دادم به خاطر او کاربر گیلک بود. چی بود؟ گفتی افس تمام و سری را بریم چه گیلکی صحبت نکود. بفهم در خدمت شما هستیم. تو خیلی صحبت شروع کن بدونیم چی واسه چی نواسته. منم سلام میکنم مثل همیشه خدمت مخاطبین خوب وارش اسپورت در یک روز شلوغ دیگه که هوا خودش نه ابریه آفتابیه. ای ماشین رده به پسمان رده به و ایزا ماشین پسمان آهنگ پخش کودن داره. اصولا اینطوری هست دیگه. محوطه عجیبیه این خلاصه. قبل از اینکه حالا برسیم به برنامه اصلیمون جا داره که یادی بکنیم از محمد رضا رفیقمون، همکارمون که بچه داشت از تهران به رشت میمد سمت قزوین، دچار حادثه رانندگی شد. همین الان هم بستریه. همین الان که داریم برنامه رو ضبط میکنیم حالا باشه مکالمه ویدیویی هم داشتیم. قراره که از قزوین بره تهران که بقیه جراحیاشو انجام بده. اصلا کنفرانس دونو نشتیم تو یو و گفتیم مرادی چرا تو گفتم کو مرادی گفتم مرادی ببینم شما محمد رضا امروز نمو چی بوست اصلا همین حال بگفته بوست بعد بازی خدا وکیلی. ان شاء الله که هر چه سریعتر سلامتی به دست ببره. حالا احتمال داره خاصی کل بازی فصل دبی چون پنجشنبه گفتی و آخری هم که چهارشنبه خاصی جور جابجا بکنه. ولی دقیقاً دیشب تلفنی که باهاش صحبت می‌کردم میگفتم دیدین فوتبالیستا که مصدوم میشن میگن این فصل رو از دست داد، تو همین فصل رو از دست دادی. آره. یه گفتگوی کوتاه با محمد رضا داشتیم، بریم ببینیم برگردیم با هم صحبت می‌کنیم. علی جان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام میگم به بینندگان محترمتون. تشکر میکنم ازتون. خیلی تو این مدت واقعا خیلی پیگیرم بودید، خیلی تو گروه هم میدیدم استوری میذاشتن. دست درد نکنم واقعا همه جوره، هم از لحاظ معنوی هم از لحاظ مالی خیلی بهم زنگ زدن و پیگیر بودن. خیلی تشکر میکنم و کاملا دیدم واقعا ان شاءالله تو شادیاتون جبران کنم. الان بیمارستانم قزوینم، بیمارستان رجای قزوینم که هولوش نیم ساعت دیگه فکر کنم باید برم سمت تهران. کلا زانومو اینجا جراحی کردن، اونجا باید برم لگنم احتمال خیلی زیاد اونجا باید جراحی کنم. ولی بیمارستانش بهتره، اینجا تجهیزات کامل نه داخل بیمارستان. باز خیلی خیلی تشکر میکنم ازتون، همه جوره پیگیر بودید. خیلی ممنون واقعا، نمیتونم دیگه چیزی بگم. قربون شما، امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه. خب برگشتیم یه فارسی شدم دوباره. خب برگشتیم صحبت‌های محمد رضا رو شنیدیم. امیدوارم هر چه سریعتر سلامتیشو به دست بیاره که ما کلی کار داریم با دانش زود خوب شه. بسه تو هم ادامه صحبت. قبل از اینکه حالا در مورد پیروزی خیلی شیرینمون بخوایم صحبت کنیم، یه آینده نگری هم داشته باشیم خورده در خصوص فصل بعد. حالا امیدوارم در لیگ 1 باقی بمونیم و این وسط یه فرصت خوبی پیش میاد. به هر حال تا فصل بعد شروع بشه امیدوارم که این وضعیت سکوهای عزادی به هر حال بهتر بشه و چمن هم وضعیتش بهتر بشه. از اون طرف اون حالا موتورخونه هم که قرار هست ایجاد بشه که اگر باز مثل امسال برف اومد به هر حال هر مشکلی پیش اومد خیلی راحت به چمن آسیبی نرسه. چون الان به هر حال میگن که زیر ساختاش آماده هست، فقط همون موتورخونه مونده که آماده بشه. اینطوری هم نشه که تیم‌های حریف میان به هر حال شرمنده‌شون بشه میگه آب گرم نداریم. اینجا دیگه جالب نیست. به هر حال برسیم به بازی بعد. بازی که انجام دادیم. آره انجام دادیم. بعدش برسیم به بازی بعد. چه بردی بود، یعنی قشنگ اندازه 2-3 تا بازی گل دیدیم. حرفی نداریم، بزنیم بردیم دیگه. چی بگم؟ همینش خوبه. کیف کردیم چقدر علی. وقتی حلقه زده بودن قبل اینکه بازی شروع بشه داشتن صحبت می‌کردن، گفتن اصلا اون دقیقه اول شروع کنیم به حمله کردن، سعی کنیم همون اول کارو تمام کنیم. حالا لزوما به همون شکل نشد، ولی خب تو اواسط نیمه اول خلاصه اول که یه دونه گل زدیم، نمیدونم واقعا آفساید بود هند بود چی بود، خلاصه یه چی گرفت واسه خودش، ولی مثلا گل مشکلی نشد اون گرفت. گل قشنگی هم بود، ما سال اونجوری نمیزنیم ولی زدیم و آفساید شد.
فکر کنم آخرین بار دیده بودن چند تا تیرم زدیم. فکر کنم یه دونه اونجوری جهان بخش سالها پیش به شهرداری تبریز زده بود، یکم شبیه همون. بعد خب اون افتاد شد، بعد یک دونه که به تیر خورد و کنار دروازه رفت. آخرم که کسی که انتظار نداشتیم بود آرمان، لطف خدا مثلا خودش زیاد قبل بازی هم که دیدی من از خودت و بقیه بچه‌ها هیچ هواداری که اونجا رو بودن ویدیو گرفته بودم، هیچ کی پیش بینی نکرده بود که آرمان گل بزنه. یکیش بیشتر گفتم یکیش دویش، نه حالا پوریا که طبق معمول گفت 3-1 ولی 3-1 هم نشد. بعد چیزه، ولی من اسم یکی از گلزنان رو درست گفتم، حسین ابراهیمی گفتم گلم زد. خسته نشدی؟ فشار نیومد بهت؟ 4 نفر گل زدن. من یه چیزی از آینده میدونستم. چه گلی هم زد، یعنی از اون گلای زد که نیمه اول یکیش پوریم گفتم نیمه دوم دوباره اونجوری نشه مثل بعضی بازی‌ها اونا گل مساوی بزنن ما سگ دو بزنیم. گل افشین چاوشی بود دیگه. بعد یاد دیدیم اونا یکی دو تا دارن حمله میکنن، گفتم وای داره خطری میشه. یاد دیدم حسین ابراهیمی خیز برداشت یا الین داره چی میکنه، یو زارت یاسن. بقیه گلا اونم قشنگ بودن. آره بابا من اصلا یکی از صحبتایی که در مورد تیم همیشه داشتم تو بازی‌های قبل این تو موقعیت هستین شوت بزنین، نزدیک محوطه این بیرون محوطه این فضا هست بزنین، ول بدین. حالا حداقل میگه یه ول دادین علی که پاس کنه. اگر اشتباه میکنم بهم بگو. ما اصلا سیستممون توی بازی قبل اینطوری بود که ارسال از جناین هد، مثلا توی این بازی فکر کنم اینطوری گل نزدیم و مثل بازی قبلی هیچ چیز این چیزا. آره خلاص ابراهیمی که گلش دیگه واقعا یک از اون گلایی که تا مدت‌ها میتونیم مرور بکنیم که البته امیدوارم به خوبی مرور کنیم، یعنی این فصل آخرش ختم به خیر بشه. گل رضا پورمهدی هم خوب بود، حالا شادی گلش یکم عجیب بود، مثلا می‌خواستم اونجوری میگم نمیدونم منظورش چی بود. آخرین گل هم که سپر سیمانپور فکر کنم مدت‌ها مثلا بازی‌های هرزگاه خوب انجام میداد ولی گلو نمیزد. قشنگ فشاری از روش برداشته شد و اعتماد به نفسش به نظر میتونه تاثیرگذار باشه. و اون صحنه هم که حالا یه خورده زیرکی اونی که بازیکن بود نمیدونم کی بود ولی توپو گذاشت رد بشه که اون مدافع جامون توپ رسید به سیمانپور و گل زیبا رو زد. کیف کردیم که بارون هم که بود. حالا اون وسط قبل این گل 4 زده بشه یه گلم مثل سونگون ول داد، ما خورده بعد اونم داشت حمله می‌کرد گفت وای دوباره کامبک نشه مثل بازی قبلی ولی نشد. یک سری از هوادارا حالا در مورد همین گل اونا کامنت هایی داشتن در واقع که چرا اینقدر راحت گل خوردیم. حالا درسته که جلو بودیم خیالمون تا حدی راحت بود ولی خیلی راحت گل خوردیم. پیش میاد چی بگم؟ امیدوارم که صحبتی کل فصل کردیم دیگه. ببین آخه نگاه کن، تصور کن این بازی 2 هیچ جلو بودیم بعد یه گل می‌خوردیم، چه استرسی به تیم وارد می‌شد. آره دقیقاً. یا 1-1 بودیم 1-1 می‌شد، خیلی وضعیت بدی می‌شد. ولی میدونی چه این بازی در کل نشون داد این تیم اون پتانسیل رو داره، یه خورده باید اون باوره رو داشته باشه، یه خورده اون بیرحمی نزدیک دروازه رو داشته باشه، یکم زیرک‌تر باشن انجام میده، میتونن واقعا پتانسیلش رو دارن بهتر عمل کنن. ما در طول فصل گفت مثلا بعضی وقت تو یه سری بازی‌ها بود و واقعا بد بود نتیجه نمیگفتیم، گفتیم حد این تیم همینه. شاید بعضی وقت تیم واقعا در حد خودش بازی نمی‌کرده و این بازی احتمالاً تو اون بالاترین حد خودشون بودن و نتیجهش. علی بذار من یه چیزم حالا بگم دیگه اینجا، حالا همه صحبت‌ها رو کردیم، حالا خوبی‌ها رو گفتیم، بدی‌ها رو گفتیم. اینم بگم به نظر من مثل سانگون 100% توانش رو نذاشته بود چون نیازی نداشت که بذاره. حالا منظورم گاوبندی و بستن این حرفا نیست، منظورم اینه که انگیزه صعود و سقوط نداشت. همون صحبتی که همیشه داشتیم، یه بازی خیلی عادی داشت از خودش نشون میداد، حرص و جوش برای برد نداشت، برای گرفتن مساوی نداشت. اونطوری تو آخر فصل تیمایی که وضعیتشون مشخصه دیگه شاید براشون زیاد فرقی نکنه. البته ببین مثل سونگون تیم خوبی البته 7 بود فکر کنم نباخته بود، اصلا خیلی نباخته. یعنی اگه می‌خواست اینجوری بازی کنه خیلی وقت پیش اینجوری بازی می‌کرد. برای بازیشو داشت می‌کرد ولی داماش احتمالاً خیلی بهتر بود ازش. روز داماش. بالاخره مجموعه عوامل دیگه. آره روز داماش بود. یعنی سونگون بگم اینطوری نباخته بود. علی حالا خودت هم اونجا بودی، حسابی هم تحت تاثیر هوادارا بودم. من اونجا پشت دروازه که بودم یکی از بازیکن‌های تعویضیشون داشت از من می‌پرسید که اینجا همیشه اینطوری شلوغ میشه؟ گفتم همیشه میشه. گفت نه بابا یه روز معمولیش بود. یه روز عادی تو بازی داماش بود. این حالا بدتر ندیدن دیگه. ولی به هر حال تحت تاثیر این جف حسابی قرار گرفته بود. آره خب دیگه من میگم به هر حال میگه سونگون تو نیم فصل دوم خیلی خوب بازی کرد، یعنی خیلی خوب نتیجه گرفت. ما نمیتونیم بگیم این بازی مثلا روز بازی همه چی خوب بود به غیر از همین به هر حال اتفاقی که محمد رضا افتاد. یعنی آره اون که بعد بازی متوجه شد. آره
حالا جالبه که تو همون وضعیت با زانوی در واقع عمل کرده و لگن در رفته و وزنه نشسته صورت باز داشت مثلا بازی رو دنبال می‌کرد. خیلی جالب بود به هر حال. داماشی همه همین داشت. قبل از اینکه حالا بحث بعدی رو شروع کنیم بگم که توی این قسمت هم کد شارژ داریم. اینکه حالا چه کد شارژی داریم رو چه مدافع حقوق گیلکی ناراحت شدی؟ باز می‌خوای استیم و نه امروز کارت شارژ موبایل، البته نوعش رو نمیگم ولی امروز رایتر میخواد بذاره خودش بره موبایل من بردارم شرفیه بخوام بردارم که نمیذارم. اصلا سیم کارتای من دائمی ان. عرضم به خدمت تو که دوستانی که تا اینجا برنامه رو دیدن لطفا یک لایکی به این ویدیو بزنن که ما علیا اینجا خوشحال بشیم. دوستانی هم که اولین بار شاید دارن این برنامه رو میبینن خواهش میکنم که وارش اسپورت رو سابسکرایب کنید. چیزای خوبی در خصوص تیم فوتبال داماش گیلان اینجا منتشر میکنیم. زنگوله هم به هر حال بزنید که علی رو خوشحال کنید. بازی بعدیمون باز هم یک بازی داخل خونه، موتوری بده ما صحبتون ادامه بدیم. یک بازی دیگه داخل خونه است، این بار با نفت و گاز گشتساران که نفت و گاز هم یک تیم خوبیه. نفت و گاز تیمی ولی حالا آمارای زیاد خوبی نداشته البته. نفت و گاز خب یادت باشه ما پارسال با همگروه بودیم دیگه. آره. نفت و گاز و مستقیم اومد بالا، ما اومدیم پلی آف. نفت و گاز تا یه برهه‌ای داشت خودش رو به تیم‌های بالا نزدیک می‌کرد، یعنی خوب بود. عملاً هم یکی از تیم‌هایی که این فصل هنوز باش بازی نکردیم. نه فصل اول یادی پروازمون کنسل شد. ما نتونستیم بریم. در واقع اگر بخوایم حالا اون چیز رو فاکتور بگیریم، اگر نفت مسجد سلیمان رو بخوایم فاکتور بگیریم، اگر این بازی رو حالا ببریم یا در حالت بدی مساوی کنیم، دومین تیم میشه که مقابلش نباختیم دیگه. درسته؟ تو این فصل بازی رفت 3-0 کردن خلاص. باشه انضباطی بود دیگه. ولی 3-0 کردن. انضباطی بود. ولی 3-0 کردن. نتیجه آره ولی 3-0 کردن. در واقعیت آره دیگه. آره. داره در اون صورت شاید بتونی حساب کنی. نفت و گاز الان من یه آماری داشتم در موردش میخونم، تو 12 هفته اخیری که تو لیگ 1 بازی کرده کلا 2 تا برد داشته. 2 تا بردش هم مقابل تیم‌های پایین‌نشین همسایه ما بود. یه بار 4-1 دریای بابل رو زد. یه دونه هم 2-0 شاهین بندرآمری رو شکست داد و بقیه رو حالا یا مساوی کرد یا باخته. هفته پیش هم با مسجد سلیمان 1-1 کرد. عملاً دیگه شانس نفت مسجد سلیمان برای صعود از بین رفت. بهترین نتایج نداشته خلاصه تو این فصل دوم. توی بحرانن، یه جورای آقای پیروز قربانی تو فشاره، حتی خودش هم تو مصاحبه‌اش اینو گفته. تو آخرین مصاحبه‌اش هم جالب بود، گفت جادوگر شهر عز نگذاشت ما نتیجه بگیریم. چی میگه مرد مومن؟ تو این همه سال تو سطح اول فوتبال جادوگرش. این هفتم جادوگر شهر باران نمیذاره که شما نتیجه بگیرید. ققنوس باران. این بحثا رو نکنین خدا. پوسترها درست می‌کنین، جادوگر درست کنین این سری. بیاید اینجوری ققنوس رو در حال جادو بذار، بعد پیروز قربانی اون پایین. بابا نکنین خدا وکیلی این حرفا رو. ببین قرن 21 اون جادوگر چیه؟ کشک چی؟ پشم چی؟ یکی میگه ادرار کودک، یکی میگه نمیدونم آقا واقعا این چیزا تاثیر پیپی گربه. نه همه بی خوده، حرفای بی خوده. اصلا هیچ کس، هیچ آدم عقل سلیمی نباید هر کی درست فوتبال بازی کنه میتونه. هیچ عقل سلیمی نباید این چیزا رو باور کنه. اگر کسی هم به خاطر این چیزا از شما پولی میگیره داره ازتون اخراجی میکنه. مغزتون رو به کار بندازید. بعد حالا مثلا یه بار پولو بدیم به بازیکنتون بهتر بازی کنه. یه بار کنه. مثلا پولو میدی به فلان جادوگر، مثلا نتیجه در میاد فکر می‌کنی اون جادوگر انجام. نه بابا بازیکن خودت داره بازیشو میکنه. اونی که بازیکن ضعیف بازی میکنه جادوگر چیه؟ چه بسا که اون جادوگر با بازیکنت بسته. میگم فلان جادوگر فلان قد سکه گرفت از یه تیم لیگ برتری. بابا تمامش کنید خدا وکیل. یعنی انصافا تیمی که مثلا خرج جادوگر میکنه واقعا حقشه که بدترین بلا سرش بیاد. بعد حالا همون مربی که میگن این حرفو در موردش داره میگفت من پیشنهاد خارجی از فلان لیگ اروپایی دارم. بعد میاد دهن منو باز نکنید. تو فکر می‌کنی میبریم بازیو؟ نه ببین هیچ بازی برای داماشی که تو این فصل دیدیم از پیش برده نیست. ما دیدیم مثلا خوشه طلایی رو تو خونه نبردیم، یا مثلا حالا میرفتیم مسجد سلیمان اونور، حالا نزدیک مثلا که هفته اول باختیم همچین تیم شاخی هم نشد. ببین هیچ چیزی رو
گارانتی شده نباید ما الان برای داماش ببینیم تو این وضعیت. هیچ چیزی تضمین شده نیست، هیچ چیزی قطعی نیست. همونطور که این هفته ما بردیم، این هفته حسین ابراهیم هم دقیقاً همین حرفو زد. ببین همونطور که این هفته ما بردیم رقیب ما اونم برده. این هفته هم ممکنه ما ببریم، اونا بازم ببرن، ممکنه باز نبریم، بازم اونا ببرن. هیچ چیزی رو قطعی شده ندونید. و من هفته قبلم تو در مورد بازی قبل داشتیم صحبت می‌کردیم، بهت گفتم من دیگه توی موقعیتی نیستیم پیش بینی فوتبالی بکنم که آیا میبریم آیا نمیبریم. باید ببریم. یعنی همونقدر که تیم مقابل مثل سونگون اونقدر بیرحم بود و اونقدر خوب بازی کرد و گل زد، باید شاید چند برابر بیرحم‌تر هم تو مقابل نفت و گاز گرجستان باشن. نگاه به نتایجش نکنین. حالا مثلا تو 12 هفته اخیر یا بازی قبلی خودمون که مثلا اونطوری با اختلاف بردیم، یا ما خود هر بازی شرایطش متفاوت، روز متفاوتی، جو متفاوتی، تیم به لحاظ روحی هر روز ممکنه توی وضعیت متفاوت باشه. اصلا چیزی تضمین شده ندونیم. با همون روحیه خوبی که مقابل مثل سونگون داشتین همونو بیشترش کنید، بازی قبل رو فراموش کنین، برین که این بازی رو هم ببریم نفت و گاز. و به هر حال ما پارسال با اینکه تیم بهتری هم بود، ما البته تیم خوبی بودیم، به هر حال به هر شکلی تو لیگ 1 برده بودیم چون تو خونه و چیزی نیست که تو لیگ 2 میگم لیگ 2 بالا لیگ 2 با اومدیم بالا دیگه. بالا چیزی نیست که نتونیم انجام بدیم. فقط زیاد دلخوش نباشین به بازی که انجام دادیم و همونقدر جدی ادامه بدین. انشالله که عاقبت بخیر بشه این تیم این فصل. حالا برد این هفته اگه حالا امیدواریم که بقیه تیم‌ها هم نتیجه نگیرن دیگه. نگیرن که آخرین لحظه خوشم فکر کنم این هفته نتیجه گرفت. خوشم اگه این هفته نتیجه نگیره عملا سقوطش قطعی میشه و یه سقوط کننده رو میدونیم. شهرراز هم میخوره وضعیتش. شهرراز آره شهرراز هم که الان حالا این هفته با آستارا بازی داره دیگه. بازی مستقیم داره. شهرراز اگه این بازی ببره موندنش قطعی میشه. بنابراین فکر کنم برای صلاح خودش هم که شده بهتره برای ما فکر کنم بد نباشه که ببره یا حتی مساوی هم کنه. فکر می‌کنم من حقیقتا اگه توی جایگاه دیگه بودیم مثلا میگفتم آقا ما بمونیم، آستارا هم بمونه، ولی وضعیت خیته. ما الان فقط باید بگم ما بمونیم، بقیه حالا در نهایت هر چی شد. به هر حال ما باید طرف خودمون رو مشخص کنیم که کدوم سمت هستیم. حالا از آستارا نام بردید، حالا اول برنامه من یه صحبت‌های خیلی کوتاهی در این مورد کردم. آستارا بمونه ما هم بمونیم، بعد این آستارا بازیش قرار کجا انجام بشه؟ با توجه اینکه حالا قانون تصویب شده که بازی‌ها تو چمن طبیعی انجام میشه، یعنی چمن آستارا درست میشه، قرار بیاد رشت بازی کنه، میره جای دیگه. این شرایط عجیبی شده. به نظرت چمن طبیعی تو چند ماه درست میشه؟ در یک شرایط نرمال هر چیزی شدنیه. دیدی توی قطر با کانتینر اومدن استادیوم ساختن. ما شرایط نرمالی داریم. همین دیگه. خواستش وجود داشته باشه میشه. حالا باید ببینیم فصل بعد اصلا این تیم تو لیگ 1 هست یا نه. حالا و خودمون یهو دیدیم ما رفتیم سردار جنگل اومدن اساتی اصلا معلوم نیست. به هر حال شاید حالا با خودشون میگه برای یه تیم میافته دیگه، اون یکی میاد بازی. ولی خب برای آستارا سخته. مثلا فکر کن نزدیک 3 ساعت راه. خب هی بری بیای هی بیای. عملاً سال بعد میفته دیگه. الان داری میری خارج از خونه دیگه. چه فرقی؟ آره خوب نیست. واقعا امیدوارم که روزی به هر حال وضعیت تیم‌های استان، جامعه هواداری، ورزشگاه بهتر از امروز باشه. فصل بعدم حالا درست کردن سکواری اقدام بکنن، نه اینکه فقط همون سکویی که اونجا نیمه کار گذاشتن صندلی بزنن. اون همه فضای خالی ما داریم هنوز. یه فکری بکنی. حالا یه دونه عکس تو چند روز پیش درست کرده بود، دیده بود مثلا اگه استادیوم عزادی به همین شکلی که بود دو طبقه مسقف شده بود چجوری میشد. به هر حال خیلی شدنی هست، یعنی اصلا خیلی کارا میشه کرد. خیلی کارا میشه کرد. ممکنه یه جای موانعی باشه، به هر حال یا سنگ‌اندازیایی باشه، ولی خیلی کارا میشه انجام داد. آقا اون کارا رو انجام بدین، پیگیریاشو اصلا رسانه‌ای کنیم. ما آدم بدونه مثلا شما دارین فلان کارو پیگیری میکنی، اصلا ما تشویقتون هم میکنیم، اصلا حمایت هم میشیم. آره این بود به هر حال صحبت‌های این هفتهمون در مورد وضعیت تیم‌های پایین جدول هم که صحبت کردیم. من فکر می‌کنم خوشبینم. من فکر می‌کنم این هفته اگه بازی خودمون رو ببریم از منطقه سقوط خارج میشیم این هفته. من فکر می‌کنم اتفاق میفته. بعدش حالا خارج از خونه داریم، حتی بگیم نه من این هفته رو دارم آره بعد اینم خارج از خونه داریم، حتی اگه موقع خوشم سقوط کرده باشه ممکن حیثیتی باز با رکورد خارج از خونه که ما داریم هیچ چیزی تموم شده ندونیم.
نه حتی ببین خارج از خونه که جای خود، من حتی در مورد بازی با سایپا هم همچین خیالم تخمین سایپا آره هر از گاهی یهو برده گرگ بسیارمون بوده دیگه طی سایپا سالهای ما می‌بردیم اونا مثلا می‌بردن. این فصل خیبر رو برد دیگه. مثلا تیم جالبیه، عجیب غریبه، یهو میاد از مثلا بندرآمری میبازه، اون نه خلیج فارس واسه خلیج فارس باخت، این و میاد خیبر میاد، این و از اون یکی میبازه اون یکی میاد میبره. تیم چیزی نیست، متوازی نیست. بازی آسونی قطعا نیست. آره یعنی کلا بازی آسون نداریم. متاسفانه سمت مشهد و خراسان رضوی و شمالی نیست. سیل بعدی هم اومد، متاسفانه یک سری از مردم هم کشته شدن، آسیب دیدن، خسارت دیدن. حالا موضوعی که پیش بیاد اینه که از خوشه طلایی اینجا میمونه یا نشه خوشه طلایی یه جای دیگه سر بازی آخرش، یعنی امسال که اسم چرخید مثلا میشه خوشه طلایی رشت. مطمئن باشه رشت نمیاد، با اینا همین تیم‌ها اینو دارن به زور دارن نگه می‌دارن، میخوان مثلا میشه خوشه طلایی رشت یهو باش دربی برگزار می‌کنیم. خوشه طلایی رشت به چه داره؟ بزن حداقل یه جایی که خوشه طلایی مثلا نمیدونم آدم چون خوشه طلایی رو میشنوه یاد ساق طلایی میفته. ساق طلایی نماد خشکی، حداقل جایی بزنن خشکی باشه. اینجا چی بذارن همون سمنان ببره، ساوه چیزی بود همون ساوه برگردونه. من صحبت خاصی دیگه در مورد موضوعات این هفته ندارم. یک بار دیگه آرزوی سلامتی دارم برای محمد رضای مرادی و امیدوارم هر چه زودتر خوب بشه، آثار ماندگاری از این حادثه به هر حال در بدنش نمونه و خسارات مالی هم که به هر حال جبران میشن. آره دیدم ماشینش مثلا دیدم خیلی وضعیت قشنگه، ولی خب جان مهمه ماشین. آره یه تشکرم بکنیم به هر حال از تمام دوستانی که پیام دادن، پیگیر وضعیت محمد رضا بودن. به محض اینکه هر خبر تازه‌ای ما بگیریم حتما خدمتتون اعلام میکنه. امروز اتفاقا می‌خواستیم بریم قزوین ببینیمش، ولی با توجه به اینکه منتقل شد تهران و اونجا قراره که یک جراحی داشته باشه، خورده دیگه این رفتن ما سخت شد حقیقتا. تهران برسه. حتما اگه فرصتی پیش بیاد بازم بهش حتما سر میزنیم. حالا فکر میکنم این دوران نقاهتی که داره خودش هم احتمالاً خیلی زود رشت بیاد احتمالاً. دعوتش میکنیم اینجا. آره. از چی تجربیاتش بگه. آره با آمبولانس بود بیارینش اینجا. محمد رضا اگه خودت هم که این برنامه رو می‌بینی امیدواریم که هر چه زودتر به هر حال خوب شی، برگردی توی جمع. دفعه بعد اومدی فقط با یه روحی بیا که بازی رو ببریم، بعضی وقت میای همش بازی. آره شاید حالا بازی آخر تونست از روی سکو بدیم. البته آخرین یکی از بازی‌ها شهرباغ اومد بود ما بردیم، ولی آره معمولا زیاد خوشیوم نیست. همین رو توی بلاگ همیشه سوژهش میگه نه من دیگه 4 تا زدیم دیگه. نه یا من علیرضا هستم، ایشون علی رهبره. تا برنامه بعدی ازتون خداحافظی. همین خدا من نمیدونستم علی رهبر. کار ندارید، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.